اگر تشریف به شما سوال دارم، شما در جوانیتون عاشق شده اید و اگر شده باشید از محبتی دوست داشته‌تون دور مونده اید یا نه؟ سوال زور. هر یک جوان در وقت جوانیش، هر یک مرد، هر یک جوان در وقت جوانیش یک کس دوست می داشت. ما همچنان از او گفتم و آدمو ایامو چی قفا نمونده یک چند کس دوست داشتیم. نگو او را دوست می داشتیم، نه که او نمیدونست که ما او را دوست می داشتیم. نه که یک بار یک قصه عاشقی کوتاهک دارم، او را برای شما قصه میکنم. وقتی که اولین بار شهر دوشنبه اومدم، آرزو میکردم که وقتی که دانشجو میشم میخواست که یگم اقصد طفل بیگناه اقصد زد قفاش بر اقصد زد نمیگیره. بعد بار اول تو که ما میشده باشه که روز یگم خانم داشته باشیم. بعد اون دوره بسیار دشواری بود، طفلی نبود، پاپوشی نبود. سال 93 قریب 94 یک بار در این پیش کینوتتی تاجیکستان یک تا ایستگاه است، همونجا ایستادگیم در فکر غوطه زدم، یک طفلی داشتم تاش اینمی قدرش نبود، فقط کردان میموندیم. کردان همون وقت تلویزیون شیوکی نه برآمدگی بود، فقط کردان میکفتیم. آدما بیزنس داشتن فقط کردان میکفتیم. بعد کردان هم میبریدم در همین تای پوچم میموندم که پوچم تر نشود. بعد یک دختره کمجا نامش فراموش نکردم، جمیله نام داشت، در برم ایستاد. بعد دیگه یک دیدیم که خیلی نگاه دارد، دختره که بعضی وقت گفتم که سلام علیکم. بعد یا سلام علیکم دیگه گپ مگرفت، دیگه در گپ در اومد، خیلی چق کردیم. بعد پرسیدم چیکار میکنی؟ گفتم که من در دانشکده هنر زیبا دارم میخوانم، اکتیارم. اکم دوباره در بیزنسمن خود من بوی گرفتم. با بیزنس چند تا ماشین داریم، اون چند ماشین همین 911 پیش گفتم چند تا 911 داریم. دیگه دیدیم که خیلی دلش ما کشید، مرا دیگه دوست داشت. بعد دیگه چق کردم، دیگه این دختر کی بروایم، دیگه چق دیگه دیدیم که دختر گام مگر دیگه وای ما کردم، دیگه پوچم خیلی کم فراموش کردم. بعد دیگه گفتم خاکم بیزنسمن پوچم تا بردم آوردم. من گفتم خیلی دوباره کار میکنم، خیلی میشنه ندم میخوام. دیگه چشم دختر کرد، دیگه طرف چشم نگاه نداره، سینی پوچم نگاه داره. یا نگاه میکنه 20 پوچم خیلی کم کردن طرف شمتاری برآمدگی. خد دوباره گفتم اونجا تا یه روز دادم، گفتم خیلی اکم گفتم اونجا میخونم، خیلی میخونم، بردم آوردم 3-4 خونه دارم این شهردکی. دیدم که کردن پر جنباندم است، طرف همون جمیله دهنش شمتای هوی هم خیلی همین یک که دیدم گویا کمی از سطل آیخنه که بالای سرم گویا ریختی. کردن دیدم چشم جمیله را دیدم، دیگه گپ نزدم، دیگه گپ گم شد. پوچم هم خیلی کردم، گپ نزدم دیگه. هو بسم الله گفتم طرف همون روی سینه کنار تاجیکستان همین 3-4 قدم زدم که کردن غلطی. دیگه کردن نگاه نکنم جورا هیچ کاری نه. خیلی رفتم چند قفسیگه در پیش یک زیر زمینی یکو همونجا دیدمش سمچکم میفروخ همونجا جمیله بانو. الان قصه بود برادر عزیز، بار اول در شهر دوشنبه نگاه توفلم سازه کردن غلطی رو کردن خیلی پر جنباندیمش برآمده تای پوچم. بعد زمین پوچه دیگه میرفت. سلامت باش یکم.